صبح خیر بینندگان عزیز، روز جمعه سعید باش مبارک باشد. برای حرکتان روزگاری خوب را تمنا داریم. این داریم که خبرها را از آزادی ویدیو منتظر میشوید. چالو گلخوجه هستم در نویدی بمدادی همراهتان با تازه ها از تاجیکستان و جهان. امروز اعضای مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان تاجیکستان معلوم خواهند کرد که داستانی کل یوسف رحمان در منصبش میماند یا میرود. این جلسه با درخواست رئیس جمهوری تاجیکستان امالی رحمان برگزار می شود. در فرمان دعوت جلسه گفته شده است که اعضای مجلس ملی برای آزاد و تعیین داستانی کل رضایت خواهند داد، ولی درباره آنکه یوسف رحمان پورا برکنار می شود یا 5 سال دیگر در این منصب میماند اشاره نشده است. طبق قانونگذاری تاجیکستان داستانی کل تنها با رضایت اعضای مجلس ملی تعیین کرده می شود. یوسف رحمان ماه январи سال 2015 به منصب داستانی کلی تاجیکستان تعیین شد. در زمان رهبری او با پیشنهاد داستانی کلی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی یکی از حزب‌های عمده مخالف در کشور ممنوع و تروریستی اعلام گردید. هرچند رهبران حزب در خارج این قرار را نمیپذیرند و آن را بی اساس میشمرند. اینچنین بعضی از روزنامه‌نگاران میگویند در دوره ریاست 5 ساله یوسف رحمان گرفتن اطلاع از داستانی کل مشکل گردید. یوسف رحمان در چند جلسه سازمان‌های حامی حقوق هیئت تاجیکستان را رهبری کرده است. یک صدمه در اختیپای قزاقستان جان 3 شهروند تاجیکستان را گرفت. به نوشته خبرگزاری این کشور فوجیه روز 22 январ در راه سمر شمکند به عمل آمده است. 4 شهروندان تاجیکستان سوار ماشین تویوتا کامری بودند. راننده آن بنابر یخبندی بودن را از عهده اداره خودرو نبرآمد و به یک ماشین بارکش برخورد. در نتیجه 2 نفر از مسافران در جای حادثه و یکی از آنها در بیمارستان به هلاکت رسیدند. هارلم دیزر نماینده خصوصی سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات از دولت تاجیکستان خواست به تمام خبرنگاران بخش تاجیکی رادیو آزادی اجازه کار بدهد. او گفت خبرنگاران باید امکان داشته باشند که به هیچ گونه ممانعت کار بکنند. هارلم دیزر در این باره روز 21 январ در صفحه‌اش در توییتر نوشت و برای آن به مسئله خبرنگاران رادیو آزادی دخل کرد که وزارت امور خارجه تاجیکستان از دادن اکریدیتاسیون 1 ساله به 18 خبرنگار و دیگر کارمندان دفتر رادیو آزادی در دوشنبه خودداری می‌ورزد. وزارت چند روز پیش به 4 کارمند و خبرنگار برای 6 ماهه اجازه کار داد، هرچند بر اساس قانون اکریدیتاسیون برای 1 سال رسا داده می‌شود. جیمی فلای مدیر رادیو آزادی روز 21 январ در نامه به سیروجدین محردین وزیر امور خارجه نوشت که حکومت تاجیکستان به عهدش درباره امکان دادن به فعالیت بی ممانعت کارمندان رادیو در تاجیکستان وفا نکرده است. دیروز وزیر توزیع تعیین مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گلرو جبرزاده با سفیر جمهوری کره ملاقات کرده است. در دوشنبه جانب‌ها موضوع انتقال نیروی کاری از تاجیکستان به جمهوری کره را بررسی نمودند. فعلا مسئله به امضا رسانیدن سازشنامه طرفین در این باره در بررسی جمهوری کره قرار دارد. جبرزاده پیشنهاد کرده است تا معین شدن موقع کره لایحه برنامه بین وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان با مضافات دخلدار کره درباره فعالیت مهنتی موسمی شهروندان تاجیکستان به کره تیزانیده شود. دادگاه شهر خوجند برای باری نخست در تاجیکستان شکایت یک مادر برای استاندن الیمنت از پسرش را به بررسی گرفته است. روز 22 январ دادگاه شهر خوجند بررسی شکایت ساکن مرکز ماموری ولایت سوخت عبدالقیومов و ام نسبت پسرش عبدالقیومov ب برای رویاندن الیمنت را به بررسی گرفته است. صبح روز پنجشنبه 23 январ نرگس نویزاده سودیا این پرونده در صحبت با رادیو آزادی آغاز محاکمه این پرونده را تصدیق کرد. در گذشته در جنوب تاجیکستان حالتهای ستانیدن الیمنت از سوی پدران به مشاهده رسیده بود. مفتی تاجیکستان الیمنت ستانی مادر از پسر را دهشت خواند و گفت که طبق مقررات اسلام نیز چنین گناه نابخشیدنی می باشد. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان فرزندان بالغ و قابل مهنت برای نگاهبین و تامین پدر و مادر مسئول می باشند. داستانی کلی تاجیکستان میگوید درباره اشتراک 2 شهروند تاجیکستان در حمله استکهلم در سال 2017 از مقامات شویتسیا یگان مراجعت نگرفته است. قبلا خدمات امنیتی شویتسیا گفته بود 2 شهروند تاجیکستان با لقب‌های قاری عثمان و ابو ایوبی کولوبی با رحمت عاقلف سازماندهنده حمله استکهلم رابطه داشتند. تحقیق ماموران امنیتی شویتسیا معلوم کرده است که قاری عثمان به رحمت عاقلف راههای آماده کردن بمب را نشان داده است و ابو ایوبی کولوبی چند ساعت پیش از حمله او را راه بلد کرده است تا حمله را درست انجام بدهد. داستانی کلی تاجیکستان روز 23 январ در جواب رسمی به رادیو آزادی نوشت دوام سالهای 2018-2019 از مقامات حفظی حقوق شویتسیا یگان درخواست نگرفتند.
قبلا یک مقام انتظامی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفته بود آنها راههای به تاجیکستان برگردانده و به جوابگری کشیدن پرویز سید رحمانوف و توجیدین نظرف را بررسی میکنند. این دو نفر در تاجیکستان به تندگرایی، عضویت در سازمانهای تروریستی و زرخریدی متهم میشوند. بینندگان عزیز، حالا دو خبری خارجی داریم و بعدم باز برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان و امیدوارم تا آخر صحبت ما رو همراهی خواهید کرد. با استفاده از 75مین سالگرد آزادی اردوگاه آوشویتس امریکا و اسرائیل به حکومت ایران در افتادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حکومت ایران را بدترین رژیم ضد اسلامی در سیاره نامید. او روز 23 ینوار در مراسم خاصی در شهر بیت المقدس گفت هولوکاست دیگری نخواهد بود. در این مراسم رهبران و نمایندگان 40 کشور حضور داشتند. بنیامین نتانیاهو رهبران جمهوری اسلامی را ظالمون تهران نامید. او در فروم جهانی هولوکاست ایران را به آن متهم کرد که در پی ساختن سلاح اتمی و نابود کردن یگانه کشور یهودیان در جهان است. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا از جامعه جهانی خواست در مقابل ایران مستحکم بایستد و آن را تنها کشوری نامید که به قول او رد کردن هولوکاست موقع رسمی دولتش است. ایران ادعاها در تلاش برای ساختن بمب اتمی و ضد یهودیان بودن را رد میکند. تهران گفته است که ضد دولت اسرائیل و طرفداران فلسطین است، اما در خود ایران اقلیت یهودیان هیچ مشکلی ندارند. در شهر خوپال هندوستان پلیس محلی گروهی را بازداشت کرد که خدمات شهوانی می‌رسانیدند. در جریان یک رید 4 زن و 2 مرد بازداشت شد. میان بازداشت شده‌ها یک شهروند ازبکستانی هست که به تنفروشی مشغول بوده است. در این باره رسانه‌های هندی خبر می‌دهند. شهروند ازبکستان عین حال در بازداشتگاه است. فعلا در باره نامناسب این زن معلوماتی نشر نشده است. رسانه‌های خارجی بارها درباره به تنفروشی مشغول بودن شهروندان ازبکستان در کشورهای چون امارات متحده عربی، ترکیه و هندوستان خبر دادند. نفیسه امرونова طراح توجیک با کلکسیون نوروزی خود زیر برند ژیوچ جایزه یونسکو را به دست آورده است. هفته جاری در پایتخت فرانسه نمایشی بین‌المللی مدی اورینتال فشن پاریس 2020 برگزار گردید. برای نخستین بار در تاریخ مدی تاجیکستان نماینده این کشور با کلکسیون خود در این نمایش سطح جهانی اشتراک کرد و مکافات یونسکو را صاحب شد. در تاجیکستان آنهایی را که هزارها دلار قلبکی را به معاملات برآوردند جزا دادند. طبق معلومات دادگاه نویه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه، 2 ساکن شهر ترسونزاده به 8 سال زندان محکوم شدند. عبدالعزیز شکوروف و مراد قیوموف را به آن گناهکار کردند که 20,000 دلار قلبکی را به مردم فروختند. در حکم دادگاه آمده است عبدالعزیز شکوروف ماه یولی سال 2019 هنگامی در ترکیه قرار داشتنش با 2 زاده دیگری شهر ترسونزاده حسین سمی و مریم نمازова جهت به معاملات برآوردن دلارهای قلبکی و از این حساب به دست آوردن فایده مفت مصلحت کرده است. بعداً از ترکیه 2 مرتبه 10,000 دلاری پول قلبکی آورده است و این پول ها را توسط مراد قیوموف و ارسطو سعیدوف 2 ساکن دوشنبه به معاملات برآورده است. و بینندگان عزیز، چون در باره پول گفتیم، فرصت خوب است که من برای شما از قرب اسعار خارجی بگویم که چون همیشه قرب را بانک ملی برای امروز تعیین میکند و این گونه است: 1 دلار 9 سومونی و 69 درهم است، 1 یورو 10 سومونی و 75 درهم و 1000 روبل روسی برابر میباشد به 156 سومونی. تشکر میگم از یک شما برای همراهی که طول 9 دقیقه ما را تماشا کردید و طور دیدید از خبرهای جهان و تاجیکستان آگاه شدید و البته خبرهای بیشتر از این را داریم و در جریان روز حتما با کمک همکارانمان از تاجیکستان و بیرون از آن پیشنهاد شما خواهیم کرد و امیدواریم چون همیشه ما را در برنامه همراهی خواهید کرد. و بینندگان عزیز، اگر تا آن زمان شما هر خبر و یا ویدیو و یا عکس دارید که میخواهید در این باره دیگران نیز بدانند، لطفاً به ما بفرستید و رقم ها رو شما میتونید چون همیشه در وبسایت رادیوی آزادی پیدا کنید. سپاس میگیم از یک شما برای همراهی و تا دیدار در صحبت‌های بعدی. اول سرخط خبرهای روز پیشنهاد میشود و برنامه خبری یادتان نرود و بار دیگر روزتان خوب باشد. روز جمعه مبارکتان عزیزان.